خب رج پنجم با یه بست وارد فضای 3 زنجیره میشیم. یه زنجیره 5. خب رج پنجم با یه بست وارد فضای 3 زنجیره یا 4 زنجیره‌مون میشیم. یه زنجیره 5 پایه بلند 5 پایه بلند 2 3 4 و 5. میتونیم به جای پایه بلندم از پایه دوبل استفاده کنیم. 5 2 یا 3 زنجیره ما بینش 5 به تقارن این سمت 5 پایه بلند یا پایه دوبلم سمت مخالف بافته میشه. خب این قسمت خب 5 پایه بلند 2 زنجیره 5 پایه بلند دیگه در ادامه کار بافته شد. برای یک گلبرگ سعی میکنیم ابتدای پایه بلندای ابتدا و انتها یه مقدار رسمون رو جمع تر بگیریم تا گلبرگمون قشنگ تر بشه. خب با یه زنجیره یه پایه کوتاه در فضای 3 یا 4 زنجیرمون میزنیم و حالا 3 زنجیره با یه پایه کوتاه در فضای 3 زنجیره بعدی اتصال میدیم. یک زنجیره به همین روال گلبرگ اول گلبرگ‌های بعدی هم بافته میشه. یک زنجیره 5 پایه بلند یا اگه پایه دوب بافتیم پایه دوب و همون روال ادامه میدیم. 2 3 4 و 5. سه زنجیره من زدم، شما میتونید 2 زنجیره هم بزنید. 3 زنجیره 5 پایه بلند 3 4 5 یک زنجیره با یه پایه کوتاه در فضای 3 زنجیره اتصال میدیم. 3 زنجیره و در فضای 3 زنجیره بعدی با پایه کوتاه اتصال میدیم. به همین ترتیب 2 تا گلبرگمون بافته شد. به همین روال تا انتهای این رج رو ادامه میدیم و برمیگردیم.